اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طلبه های گرامی و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سومین جلسه درس سراجیر انشاءالله شروع میکنیم. در جلسه های قبلی مقدمه و اهمیت علم میراث بیان کردیم و در درس امروز انشاءالله حقوقی که به ترکه میت تعلق میگیره با شما انشاءالله مرور میکنیم. قال علماؤنا رحمهم الله، علمای ما فرمودن تتعلق به ترکت المیت حقوق اربعه مرتبه، تعلق میگیره به ترکه متوفا 4 حقی که مرتب هست، یعنی یکی پی یکی دیگه قرار داره. اولا ترکه چی هست؟ ترکه به فتح تا و کسر را، یعنی ترکه مصدری هست به معنای مفعول، یعنی متروکه، و به کسر تا و فتح آن با سکون را هم تلفظ شده، یعنی تلفظ از او جواز داره که ما او ترک یا ترک هم بخوانیم صحیح است. پس ترکه مصدری هست به معنای متروکه، یعنی او چیزی که او متوفا باقی میگذاره، از متوفا باقی گذاشته شده، این میگن ترکه. در اصطلاح به مالی که از میت باقی مانده هست و حق غیر به او تعلق نداره، این ترکه میگن. چند نکته درباره ترکه هست که انشاءالله خدمت شما ذکر میکنم. دیه‌ای که به قتل خطا واجب میگرده و یا پولی که با صلح از قتل عمد به دست میآید، اینها هم از جمله ترکه گفته میشه. و همچنین ترکه شامل حقوق عینی هست که مال نبوده لکن متقوم به مال میشه. چی معنا داره؟ مثلا حق آبه یا حق مرور یا حق مسیل، اینها رو کسی داره، حق آبه داره، حق مرور داره، حق مسیل داره، اینها متقوم هستن و متصل به مال میشه، اینها هم قیمت گذاری میشن، اینها هم جزء ترکه گفته میشه. نکته دیگر که باز باید یادآور بشیم، اگر کدام شرکت یا اداره برای مورث استحسانا چیزی مقرر کرده، این در ترکه داخل نمیشه و وارثین به او هیچ حقی ندارن. اما اگر همون شرکت یا اداره مبلغ پول بعد از مرگ متوفا به اونها پرداخت میکنه، وارثین میتونن او به هر نحوی که خواسته باشن در مابین خود تقسیم کنن. همچنین مزایایی که دولت مثلا بعد از متوفا برای خانواده از او میده، برای برخی از افراد خانواده، مثلا برای همسر از او، برای فرزندان از او یا برای پدر مادر از او میدن، اینها که هست به اصطلاح وارثین دیگه حقی در اون ندارن، اینا جزء ترکه گفته نمیشه، بلکه اینها هدایایی هست و عطایایی هست که دولت به برخی از افراد خانواده متوفا میده. قال علماؤنا رحمهم الله تتعلق بترکت المیت، و اون مالی که از میت باقی میمانه تعلق میگیره حقوق اربعه مرتبه، 4 حقی که مرتب هست. مرتب یعنی چی؟ یعنی یکی پی از یکی دیگه قرار داره، ترتیب داره. اول فرض مثال تکفین و تجهیز هست، بعد از او باز قضای دیون هست، اینها به همین ترتیب باید مراعات بشه. الاول یبدأ بتکفینه و تجهیزه، اول شروع میشه به تکفین همین میت و تجهیز از او. تکفین خما و شما میفهمیم که کفن کردن از اون میشه. تجهیز به چی معنا هست؟ آنچه که از میت از زمان موت همون متوفا صورت میگیره تا زمانی که او رو به قبر میگذارن، اینها تجهیز گفته میشه. کندن قبر از او، بردن از او به سر قبر و به اصطلاح
غسل از او، اینها همه تجهیز گفته میشه. یبدأ بتکفینه و تجهیزه من غیر تبذیر ولا تقتیر، بدون از اینکه اسراف بشه و بدون از اینکه کوتاهی بشه. تبذیر و تقتیر چی هست؟ تبذیر و تقتیر، ما شما میفهمید که برای مرد کفن 3 پارچه هست، برای زن 5 تا، چیزی که سنت. اگر از 3 بیشتر بشه برای مرد یا از 5 تا برای زن بیشتر بشه میشه تبذیر. اگر از این مقدار کمتر بشه میشه تقتیر. این خوب به اعتبار عدد بود، به اعتبار قیمت هم هست. اگر شخصی در زندگی خوب مثلا یک لباسی رو میپوشه که 100 افغانی ارزش داره، اگر کفن از او خواسته باشین بیشتر از این بکنین به اصطلاح میشه تبذیر، اگر کمتر بکنین میشه تقتیر. اگر لباس های متفاوت میپوشه، بعضی وقتا لباس های اعلا پوشیده، بعضی وقتا لباس های پایینتری پوشیده، بعضی وقتا لباس های متوسط، همون متوسط در نظر میگیریم. یعنی به قیمت همون لباس متوسط اگر برای از او کفنی جور کنین تبذیر و تقتیر نیه. اما اگر قیمت اعلا بگیرین باز او در او به اصطلاح تبذیر میشه، کمتر بگیرین میشه تقتیر. اگر یک شخصی وصیت میکنه که او در پارچه به اصطلاح گرانبها فرض مثال کفن کنن، این است که باز باید او از همون 1/3 مال از او، از ثلث مال از او در نظر گرفته بشه، بیشتر از او همون متوسطی رو در نظر بگیریم و باید بیشتر از ثلث مال از او به اصطلاح در نظر گرفته بشه و او کفن بشه. پس الاول یبدأ، اول شروع میشه به تکفینه، به تکفین از او و تجهیز از او، برای تجهیز از او که گفتیم همون اعمالی که تا زمان دفن از او صورت میگیره اینا همه تجهیز هست. من غیر تبذیر، بدون از اینکه هیچ اسراف بشه، ولا تقتیر، هیچ کوتاهی بشه. ثم تقضى دیونه، بعد از او پرداخت میشه دیون از او، قرضای از او میدین. اگر میت به یک نفر قرضدار باشه باید قرضای از او قبل از اینکه مال در مابین ورثه تقسیم میشه باید قرضای از او پرداخت کنین. خب حالا این هم حالات متفاوتی داره. یک کسی فوت میکنه و بالاخره یک نفر از او قرض مایه، پول مایه، طلبکار هست. اگر مال متوفا کفاف همه قرضای از او میکنه، مال از او برای از او پرداخت میکنن، باقی مانده که هست باز بعد از او میبینین که باز وصیت از او انجام میشه و ما بین ورثه به اصطلاح تقسیم میشه. اما اگر طلبکارها چندین نفر بودن و مال میت کفاف قرض همین از اونها رو نمیکرد، دیون هم متفاوت بودن، چون دیون هم بعضی وقتا دین صحت، بعضی وقتا دین مرض هست، تفاوت وجود داره و به اصطلاح دیون هم متفاوت بودن. اول باید دین صحت پرداخت بشه. خب دین صحت چی است؟ دین صحت دینی است که توسط شاهد یا به اقرار شخصی در زمان صحت ثابت گردیده است. و همچنین اگر در زمان مریضی شخصی قرض میکنه و سبب قرض از او به اصطلاح دیده میشه، مشخص است، آشکاره، و یا ای که متوفا مال رو میخره و مال موجود هست، او مالک گردیده در زمان مرض، خو این هم در حکم دین صحت است. اگر دین ها متفاوت باشه اول دین زمان صحت از او پرداخت میشه، یعنی دینی که در زمان سلامتی خودش، بعد از او دین مرض. دین مرض چیه؟ دین مرض دینی است که به اقرار شفاهی یا کتبی متوفا در حال مرض ثابت شده است و از طریق دیگر ثابت نشده، شاهدی هم برای اثبات از او وجود نداره. پس ای که مثلا متوفا قبل از اینکه وفات کنه اقرار کرده که فلانی از من قدر پول مایه، این میشه دین مرض. اگر دین ها متفاوت باشن اول دین صحت میدین بعد دین مرض میدین. حالا اگر طلبکارها چند نفر باشن، اگر طلبکارها چند نفر باشن اول خود احتمال داره که مثلا همین پولی که از متوفا باقی مانده، ترکه‌ای که باقی مانده، این کفاف همه قرضدارا بکنه. اگر کفاف همه قرضدارا بکنه خب مشکلی وجود نداره، ما همون مال متوفا، مال باقی مانده متوفا در مابین طلبکارا تقسیم میکنیم، به هر کسی به مقدار قرضی که طلب داره به او پرداخت میکنیم.
اما یک زمانی هست که طلب مردم بیشتره. فرض مثال شما فکر کنین 5 لک افغانی شخص قرضدار، مال باقی مانده 3 لک افغانی است که ایر باز انشالله در بحثی که پیش روی ما هست که در اونجا به اصطلاح مال در مابین کسانی که طلبکار هستند اگر به حساب مال کفاف نمیکنه طریق تقسیم از در صفحات بعدی باز بیان میکنه. ما گفتیم مرض موت، از مرض موت هم در اینجا صحبت کردیم که مرض موت اشته مرضی هست که شخص با همون مریضی وفات میکنه و بیشتر از 1 سال هم طول نمیکشه، این میگن مرض موت. خب این خود دینی بود که تعلق به اصطلاح به عباد میگیرید، به بندگان خدا میگیرید. اگر کسی دینی از او به اصطلاح تعلق میگیره به مسائل شرعی، به احکام شرعی، مثلا شخص زکات خور نداده، کفاره نداده، فدیه نداده، اینها چیزایی بوده که به گردن از این شخص بوده و این شخص نتونسته اینا رو پرداخت کنه. در مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله با مرگ شخص اینها ساقط میشه، مگر اینکه شخص وصیت کنه. اگر شخص وصیت کنه در این صورت از 1/3 مال متوفا اینها ادا میشه، یا اینکه ورثه او را از روی خیرخواهی میدن. اگر خودی وصیت نمیکنه و فرزندای از او به اصطلاح ورثه از او خبر دارن که شخص زکات مال خود پرداخت نکرده، یا فرض مثال به حج نرفته، یا فرض مثال کفاره نداده، یا فدیه نداده، اینها از روی خیرخواهی ورثه خود از اونا میدن، این هم مشکل نداره. اما اگر وصیت نکنه از او ساقط میشه، لازم نیه بر ورثه که اینا خواسته باشن پرداخت کنن. مطلب دیگه که باز درباره قضای دیون خدمت شما بیان کنیم، اگر در نظم متوفا مالی باشد که به عین از او حق دیگری تعلق میگیره، مثلا یک چیزی پیش از او گیرو هست، یک چیزی پیش از او امانته، حالا قبل از اینکه قرضدارها پرداخت بشه باید همین اشیایی که در نزد شخص هست اینها به صاحبان از او برگردانده بشه، یعنی قبل از قضای دیون اینها باید به صاحبان از او بازگردانیم، چون اینها تعلق به متوفا ندارد، به پیش از این امانت بوده یا گرو بوده. پس میخوانیم انشاءالله ثم تقضی دیونه، بعد از آن پرداخته میشود، ادا میشود دینهای از او، من جمیع ما بقیه من مالی، از تمام او چیزی که از مال از او باقی مانده. ما گفتیم اول او تکفین و تجهیز میکنیم، حالا یک مقدار مصرف شده، از همون مابقا هر چی که از مال از او باقی میمونه بعد از تکفین و تجهیز از او، اینها بعد از او ما دیون از او پرداخت میکنیم. ثم تنفذ وصایاه، بعد از او وصیت هایی که کرده اینها تنفذ یعنی جاری میشه، تنفیذ میشه، به اینها عمل میشه. من ثلث ما بقیه بعد الدین، بعد از ثلث او چیزی که بعد از دین باقی مونده، شما تجهیز و تکفین بکردین، یک مقدار هم به اصطلاح به دیون از او پرداخت کردین، حالا یک مقدار باقی مونده، از همون مقدار باقی مونده هر چی که شد، مثلا اگه 2 لک افغانی شد، 3 لک افغانی شد، حالا این نفر وصیت کرده، این 1/3 مال خود میتونه وصیت کنه، از همین ثلث ما بقیه بعد الدین ما وصیت از او به اصطلاح اجرا میکنین. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله تعالی در آخر عمر 1/3 مال شما را برای زیاد شدن اعمالتان برای شما صدقه داده است. یعنی شخص میتونه اجازه هست که به اصطلاح 1/3 مال خور و قبل از اینکه وفات کنه وصیت کنه که او خواسته باشه برای کسایی به اصطلاح برای از اونها داده باشه. بنابراین وصیت برای اشخاص بیگانه از 1/3 مال جواز داره، اما برای ورثه یاد ما و شما باشه که شخصی که وفات کرده برای ورثه خوب، برای فرزند خوب، برای زن خوب، برای فرض مثال کسی که از اون میراث میبره و جز وارثین از او هست حق به اصطلاح وصیت نداره، مگر ای که بقیه ورثه رضایت بدن. مثلا پدر یک چیزی برای یکی از فرزندان وصیت کرده، حالا این خو وصیت از او جواز نداشته، اما ورثه باقی مانده ورثه که مالی برای از اونها تعلق میگیره، اونها میگن که ما همین وصیت پدر خود اجرا میکنین، هر چیزی که پدر ما برای فلان فرزند خود وصیت کرده وصیت از او تنفیذ میکنین، چون این مال ورثه است. وقتی که مال ورثه باشه در اختیار از اونها هست و اونها میتونن هر تصمیمی که خواسته باشن بگیرن، لذا میتونن که همون وصیتی که برای وارث هم کرده شخص متوفا میتونن که او تنفیذ کنن. و همچنین این قسمت هم باید یادآوری کنین که وصیت برای وارث
در حالتی جواز دارد که آن وارث همسر باشه و یا به اصطلاح شوهر باشه یا زوجه باشه و زوج. چرا؟ برای فرزند مثلا یک فرزند خوب وصیت معنی نداره. چرا؟ اگر خواسته باشه او بعضی به حالت از جمله اصحاب فرایض میشه، سمخور میگیره، باقی مونده هم به صورت عصبه میبره. لذا وصیتی که میکنه اگر برای همسر خوب باشه یا برای شوهر، زن میموره برای شوهر خوب وصیت میکنه، در این صورت وصیت از او وصیت به وارث میشه و به اصطلاح برای از او وصیت از او جواز. خود وصیت به سن گفتن علما فرمودن که وصیت در حقوق الله هست، وصیت برای بندگان الله هست، یا ای که به هر دو قسمه، هم برای حقوق الله هست و هم برای حقوق بندگان. و خب این ترتیب از او چی است؟ از 1/3 مال متوفا اگر همه وصایا اجرا میشد، مثلا اونایی که به حقوق بندگان خدا تعلق داره و اونایی که به حقوق الله، گفته به فلانی هم بدین، فرض مثال مسجد هم بسازین، به مدرسه هم کمک کنین، اگر 1/3 مال از او کفاف هم از اینا رو میکرد، وصایای هم تنفیذ میشه. اگر 1/3 مال به حساب مال متوفا کفایت همه وصیت های از او نمیکرد، در این صورت چیکار کنیم؟ و وصیت های از او از حقوق الله باشه. مثلا در بحث فرایض گفته زکات بدین، به حج مثلا کسی بره، یا در واجبات مثلا در نذورات صدقه فطر بود، یا در نوافل بود مانند حج نفلی، صدقه برای فقرا، در هر قسم با آنچه متوفا از اول همون ذکر کرده با همون عمل میکنیم. مثلا در بحث فرایض اول زکات گفته زکات میدین، در بحث فرض مثال واجبات نذورات گفته نذر از تنفیذ میکنین، در بحث نوافل مثلا گفته که فرض مثال نفل حج نفلی باشه یا صدقه برای فقرا باشه، همون که اول ذکر کرده همون به اصطلاح اول همون تنفیذ میکنیم و جاری میکنیم. اگر غیر مرتب باشه اول فرایض میشه، بعد واجبات میشه و بعد از اون نفلی میشه. اگر وصیت برای بندگان خدا باشه و 1/3 مال کفایت همر نمیکنه، باز 1/3 به نسبت همو وصیتی که کرده، مثلا به یکی فرض مثال 1 لک گفته، به یکی 50,000 گفته، او که 1 لک گفته 2 سم، او که 50,000 گفته 1 سم میدیم، به نسبت وصیتی که برای بندگان خدا کرده به همون نسبت بین از اونها تقسیم میکنه. حالا اگر میایم این وصیتی که کرده بعضی در حقوق الله هست و بعضی در حقوق عباد هست، مثلا برای افراد هم گفته فرض مثال زکات هم باشه، حج هم باشه، فرض مثال دیگه چیزی هم باشه، اینا رو وصیت کرده. حالا ای که وصیت کردی رقم چیکار میکنین؟ هر کدوم از همین جهات قرب ما یک فرد در نظر میگیریم. مثلا فکر کنیم به 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر وصیت کرده، باز گفته فرض مثال حج هم بکنین، مسجد هم بسازین، مدرسه هم بسازین. هر کدوم از همین چیزایی که در نظر گرفته و اینها رو بیان کرده، اینها رو هم یک فرد میگیریم. مثلا به اون 3 نفر اینها رو هم 3 تا بودن، 3 تا 6 تا میگیریم، بین 6 نفر اینها تقسیم میکنیم. این چیزهایی که نکاتی بود که درباره وصیت ذکر شد، ان شاء الله که مورد استفاده شما قرار بگیره. ثم تنفذ وصایاه، بعد از او تنفیذ میشه وصایای از او، من ثلث ما بقیه، از ثلث او چیزی که باقی مونده بعد از دین، بعد از دین. ثم یقسم الباقی، حالا ور تکفین کردیم، تجهیز خلاص شد، تکفین و تجهیز خلاص شده، دیون از او پرداخت شده، از ثلث مال از او وصیت از او تنفیذ و جاری شد، بعد از اون مال رو میگذارین به وسط و بین ورثه تقسیم میکنین. ثم یقسم الباقی، تقسیم میشود باقی بین ورثته، بین ورثه همین متوفا یا میت، بالکتاب به کتاب و سنت به سنت و اجماع الامت به اجماع امت. یعنی اون چیزایی که حقوق از اونها در کتاب الله مشخص شده و بعضی در سنت رسول الله یا در اجماع امت مشخص شده، حقوق ورثه برای از اونها پرداخت میکنین. اگر یاد شما باشه در جلسات قبل هم ذکر کردین، گفتین که در باب میراث قیاس به اصطلاح راه نداره، چون که اینها چیزایی است که مقدرات هستن، یعنی تعیین شدن، اندازه دارن و هر کدوم از این مثلا سهم فرض و مثال میگین دختر اگر یکی باشه نصف میبره، اگر فرض و مثال مادر به همراه فرزندان باشه یا به اصطلاح به همراه 2 خواهر یا 2 برادر باشه، اونجا ما میگیم که 1/6 میبره. این 1/6، 1/4، 1/2 اینها مقدار هستند، در مقادیر که هست در اینجا به اصطلاح از قیاس استفاده نمیشه. لذا سهم ورثه به وسیله کتاب و وسیله سنت و وسیله اجماع امت ثابت میشه. الله تبارک و تعالی توفیق بده که ان شاء الله و چیزی که گفته شد همه ما و شما
یاد بگیرین و الله متعال ما و شما توفیق عمل عنایت کنه. در جلسه بعدی انشاءالله باز بیان میکنین که ترتیب ورثه چگونه هست، اصحاب فرائض و بعد از عصبات، اینا رو انشاءالله با شما یادآوری میکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.